این مسابقه در نمود سامو علاقه انعنوی گردیده است که بیشتر و بهتر پهلوانان جهان را با هم جمع می‌آورد. این نوبت هیئت تیم تاجیکستان برای شرکت در مسابقه مذکور میان دسته‌های کشورهای اعضا برآمد کرده است. یگانه پهلوانی که تیم تاجیکستان را در هیئت دسته‌های مدالدار شامل نموده است این امینجان عبدالفیاض بود. این پهلوان نوجوان کشور تا قسمت فینالی به اشتباه راهش را هموار می‌کرد و به همین شیوه نایب قهرمان گشت. او در قسمت فینالی با وطندار این نماد شوروی مبارزه برد. در دل شب این نوجوان کشور را مخلصان در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه با گلدسته و محبت پیشواز گرفتند. همین پهلوانی که در پهلوی من است امین جان است. امین جان با سلاله البته عبدالجلیل زاده ها مشهور است که امین جان عبدالفیاض در مسابقاتی که بخشیده میان کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی برگزار شد در آن مسابقات در نمود سامبو پهلوان تاجیک توانست که نشان نقره گیرد. در وزن 71 کیلوگرم و با چند رقیبم از بلاروسیا و روسیه غالب شدم و به فینال این مسابقات برآمدم و متاسفانه در فینال با یکی از رقیبای سرسخت خود مغلوب شدم و سزاوار جای دوم گشتم. خیلی خوشحالم چون که این اولین مسابقه من در نماد ورزش سامبو می باشد. میان استقبال کنندگان مربی پهلوان عزت خدایف نیز شریک بود. این امینجان عبدالفیاض در این مسابقه سامبو در جمهوری تاجیکستان سزاوار جای اول گشت و روی خط گرفت که در این مسابقه فدراسیون روسیه اشتراک کند و در این مسابقه اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند برداشت. یادرس میشیم که امینجان اشتراکچی قهرمان جهان گشتین جدو امساله نورسان به شمار رفته بار اول در سامبو برآمد کرده است. امین جمله سلاله پهلوانی عبدالجلیل زاده هاست که برادرش محمد عبدالجلیل زاده به حساب می رود و از دستاورد برادر او نیز خیلی شاد بود. از این رو یعنی برمی آید که شاستین تمام گوشتین ها این گوشتین ملی گوشتین خودمون می باشد که ما پهلوانان می توانیم نه تنها از گوشتین جدا بلکه از تمام نمادهای گوشتین اشتراک کرده سزاوار مدال ها گردیم و ما خیلی خرسند باشیم و کوشش به خرج می دهیم که در تمام نماد گوشتین ها پرچم عزیز دولت ما برام برداریم. این نشان راهکشای امینجان به قهرمان جهان سامبوی نورسان گردید برایش که همین ماه در جمهوری ارمنستان این چورابینی سطح جهانی دایر می‌گردد. ما در راه قهرمانی برای سامبوچیان کشور بردباری تمنا داریم.